ذکر میکردش خون آباد بخون همین مسئله رو کم کم تری باش رو از بار بوده است حضرت میگه خوب ببینه در نفحات الانس نام کتابی حضرت عبدالرحمن جامی نفحات الانس میگه یه شب خوب دید حضرت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حجرش در اومد قطعه شخصی دیگه یعنی پریده خوب خیزد خوب دید استای دوید دستبوسی و دعا و درود گفته استای و همین حضرت میگه همین قطعه هم رفیقش چیزی مشورت کردن هم بودن به قطعش در اومده بود یا سب میبرورا میتایی حضرت این همین ای خوب میخیزد دیگه ای شدی لبریز شیدش سر و سیما میتواب داری دودرش کفتن میگیره و دودرش بده سلاکتش خورده ابچه بخی خونه آباد بچه یوشی خوولو میدونی من در خوب چی دیدم مگو بسیوی من اکاکا همون قطعی حضرت من بدم التماس کردم همون سیوا که بسیوی من اکاکا مقصد این همی درجه و منظرت ها داشته حضرت همی در هم کتاب سوانح ورده است میگه همیشه در همه عصر زمان اولیاء الله وجود دارن عددشون هم میگه 354 نفر ای کم نمیشه یک نفر قطب است قطب الاقطاب همه همه حلقه در گیر یمو چرخ میزنن هست 2 نفره اینا را نقبا میگن نقیب ها هستن 4 نفره اوتات شو میگن اینا را میخا 7 نفره هستن اینا را ابدال میگن اصطلاحات اسمر ابدال را کی نباشد زان خبر غفال را هست گروه 40 نفره اینا را ابرار میگن همون صبحت الابراری مولانا جامی هم اطرافی همی صحبت میکنن و هستن 300 نفره اینا را اخیار میگن اگر به شرطی که ختم بره از دنیا فیگذشت 1 نفر از همون نقبا ختم میشود 1 نفر از این اوتاد 4 نفرها نقیب میشود 1 نفر از ابدال 7 نفرها اوتاد میشود 1 نفر از 40 نفرها یعنی ابرار انا ابدال میشود 7 نفره دا میگذره 1 نفر از 300 تنها از اخیار او ابرار میشود یک شخصیت تازه و متقی پاک در این حلقه میدروید همیشه یگان عصر زمانی نیست که دنیا به اولیاء الله باشد گر به دنیا خیر بفرستد کریم یا کند دفع بلاهای عظیم جمله را دانی طفیل ذاکران راکعان و ساجدان و خاشعان ذکرگویانم به عالم که خدا میکرد باران و رزق بر ما عطا به شرافت همین بزرگ مردای خدا هست حضرت میگه لا تقوم الساعه الا علی شرور الناس قیامت قایم نمیشه مگر بر بدترین مردم همین زمانی که در دنیا دیگه اولیاء الله باقی نماند دیگه مردای خوب باقی نماند دیگه قرآن برداشتن حافظ قرآن باقی نماند با یقین بدونه که قیامت اومده است ساعت قیامت نزدیک شد برای همین اینا همیشه بدن هستن هیچ زبانی نیست که نباشند اما عادتا ایو را نمیشناسند اما همدیگر را میفهمند خیلی همدیگر خیلی خبردار هستن مثلا عبدال از همدیگر بخبرند حلقه خچونه دارند ابرار از همدیگر بخبرند حلقه خچونه دارند حتی میگه اگر همین دو اولیاء در یک جو بغلتن حقیقتا اولیاء باشد میفهمند کدمش در کدم درجه قرار دارند هر کدمش با هم کوری خود با هم رفتار خود قدرت پروردگار همین نه که عادتا مردم همین چیزایی را که مباحاتی بد میکنن ای حد میگذرونن همون هیچ خوب نیستن همون را اگر بگیری یا سولی که عادی شده نمیتونن این نفسی که دارن این در دنیا داده شده گیرد این چاپلوسی و تملقکاری که در پیش حکام میکنن قسم به الله صوفی عادی نیستن این درجه و این منزلت ها اصول نیستن پسترین درجه کمترین درجه که باید زیر فقیری نبی دنیا ایافی هر کی هست از فقیه و پیر و مرید یا زبان آوران پاک نفس چون به دنیای دون فرود آمد به اصل در بیماند پای مگس کسی نباشه همین دنیا در که داده شد به یقین بفهم که در هم پیوله اصل پاش چسبید
دیگه پری پروازش سرش میاد خلاص بعد کمترینش همیه وقتی که همی در وجود این قدر هست، این قدر غرور و تکبر، این قدر محبت دنیا، این دعوا و این لوفا همه گزافه به خدا قسم. اما هستن دوستای خدا بزرگا هستن، بیشترش به بعد مرگ آشکار میشه. در وقتی زنده بودنشون نمیفهمن. همین یک قصه ترجمه حالی را همین مولوی محمد جان کوخندی علیه رحمه خوندم. عجیب یک گپ گفته است سبحان الله. همین یک در هندوستان میگه یک ملا اومد، ملا درویش باشن و مهمترین گفته اگر فراموش نکرده باشن میگه این مردی خدا همین آدم بسیار متقی. این تاجیکستان او وقت تاجیکستان نبودی ولی مقصد همین بگیم این ماورا اونه رفته است بسیار آدم متقی پاکیزه کاری همتری همین جنوب تاجیکستان. بعد میگه گفت که همون چیلشینیاش گفته است بسیار قصه درو زیده ای کوتاه گپ همیه که و میگه خطی میگه خیر خوش کرد گفت انشالله گفت در حرم ما میخریم جای ملاقات ما حرم های میگه گفتم دیوونه شده است چی دستی منده که خوب موقع جو حرم کجا در همجا بزرگ شکمون سیر میکنیم آدم های مسافر در دهنی دری خونه های مردم قدرتی خدا همون سال میگه پدرم میویم مادرش مرد استی را پدرش هم یه زمین زیادی داشته است فروخته پولو را گرفته هم باید هر دنشان اومده است هم فرزند خبرگیری و هم حج میروه میگه گو بچم بیو بریم حج بازی امکانیت هست کی میدونه آیا میشوه نمیشوه. زمانهای پیش هندوستان و پاکستان سفری بحری قدیمی رفتن بحر خطی نزدیک های اما خلیج فارس را میبروید یک قدم رای نزدیک های قیسه کوتاه رفته میگه در حرم در وقتی طواف همون ملو را با میخرم همون شیخه همین السلام علیکم گفت که گوی جاولی جوی سلام میسته طواف کن در حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم با میخرم جوی تولد حضرت او زمانو حالی تری کتابخونهش نکرده بودن اما را به خود یکسو نکرده بودن اما خونه ها بدنده میگم به طریق همون مقصد همیتا فرسوده و کرنه بعدی طواف میگو سعی میگه زدم رفتم همونجا نگاه کردم یک چند نفر اشتگی همین ذکر کرده استیاده سروی همش خواب رفتم میگم ما همونجا ششتو که سرم کردم ما همین یادم پس میگه همون حلقه همیتا پروشی میاد جوی دیگه همون دست همون شیخی درویش میاد همونجا بشینه بود این چیزی که کردن همین قریبی نماز شیر میگه مقصد خلاص کردم با خیست اومد زیورت کرد سخت چوب گرفته اول پرسیم کرد خیلی ایسوسو بگو وقت دیدارو با قیامت دیگه ندیدمش میگه وقتی بازگشت کرده اومده میگه در پیش استازا گپ زده میگه قصه گفتم تو همون او همشریتی یکی از همون عبدال بوده است یکی همون هفتما بوده است میفهمی برای چه حلقه پیشت کردن کجا جوی تنسته اوخی کدمش جوی معین اخی چه دوره نکه همه چیز هسته همیشه هسته راکنه که همیشه باشه به این مردای خدا را نمیشه این مردکایی هستن که دنیا را 5 تینه میخرن هرچی آید نزد ایشان خوش بود آب حیوان گرده در آتش بود زهر اندر کامشان شکر شود سنگ اندر راهشان گوهر شود جملگی یکسان بود چون نیک بد از چی باشد این زی حسنی ظنی او خود مردای خدا هم یا اولیاء الله میگن آخی چون بینالد آسمان گریان شود چون بگیرید ابر یا ربخان شود من غلام آن که نفروشد وجود جز بدان سلطانی با افزار وجود خاکی پایم تری بزرگ میشم میگم که فقط بندگی الله میکنه میگه ای کسی نه طمع داره و نه ترس داره و نه بیمه نه امید فقط هم یک مکانی بیمه امید دارد درگاه پروردگاری بزرگ اخی اگر سبحان الله این دعا کنه چرخی فلک هم گردان بشود الله خداوند حفظ کنه حضرت نماز خونده میتونه امکانیت هسته جو تیاره
همین جماعت هایدست نتیم که در هیچ جا دیگه جماعت هم خط کردن ولی خونه میریم زنم نام خوندیا نماز را خونیم الهی آمین الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأغوانا وهو سيدنا ومولانا اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلين كلهم أجمعين اللهم اوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك امام مالک رحمه الله تعالی یک روایت میگه در مدینه منوره از زمره عجمی ها از موالید یک مرد میزیست میگه وقتی از دنیا رفت خودش مسلمان شده است بعد سرش هم یک فرزند داشته است تمام مال و ملکش که عبارت از 30,000 درهم بود به همین فرزند میگه میراث میگذاره و میره و فرزند نصیحت میکنه که بچم از یک خاندان خوب از یک خاندان پاکگوهر یک دخترک صالحه انتخاب کن اگر میخواهی که زندگیت هم خوب شود و آخرت هم این مرد نامش فروخ بوده است بر روایت امام مالک همین نامش دانسته میشه که فرزند این همیشه سرزمین های خود عجمی کنیه داشت ابو عبدالرحمن میگه یک دخترک صالحه را به خاطر دین و دیانتش انتخاب میکنه نکاح میکنه میگیره ولی نوشق نو عروس است ولی او خمالت نگذشته است یک روز در مسجد نبوی میروه نماز خونی که اونجا بانگی خطر زده است که قیصر روم شاه بیزانتیا با ملک مسلمان ها تخت تاز آورده است شهری رقه را ضبط کرده استیلا کرده گرفته است مردم دعوت دارند که بیایید از مرز بوم اسلامی دفاع کنید بعد درباره فضیلت جهاد فی سبیل الله گپ بزنند فضیلت شخصایی که محافظ وطن هستند در اونجا گپ میرود این در اندیشه میگوید سبحان الله ولی فرزند ندارم ولی در سر و مسئولیت زیاد بار نشده است اگر باز اینارم که خدمت نکنم پگه صاحب یاد سیاه سرک شم که چون میتونم دیگه برای خدمت دین و خدمت وطن کنم با همین فکر اندیشه میآید زن در نزدش خروک بیاره میمونه و بسیار زن صالحه و عاقله بوده است گفت شوهر چرا مضطرب مینمونی گفت این همین کارای زن نمیدونم چیکار کنم گفت اگر با شخصی سفر کنی من هرگز مزاحم تو نمیشم مانع این سفر نمیشم برای این در راه الله است خداوند در ذمه تو حقی بیشتر داده است این مرد خدا را وقتی که بشارتش شنید در حال خسر بچه‌هاش جمع کرد خانه را آورد گفت که برادرو من میرم خدمت میکنم اینمی زن ما با شما و شما را به خدا سپارم تا اومدن و خواهش میشون که نگه کنه مقصد که نفقه روزگار شد بیاره تأمین کنه 30,000 درهم آمد در پیش شما این همین مبلغ کم کم بگیره تجارت کرده و مقصد همین به همزنی من بشنم تشتنم این شما من میرم یکان سیزم خدمت میکنم بعد بیایم به زندگی را دوام میده خیشه کردن یک خواهشه که دیگر هم کرد گو که سمانه دیگر شده است خانه‌های شهر علاقه نو شدن حتی مسجد نبوی را از نو بازسازی کردن همین پول میرسه انشاءالله یک دو مردی کار بیاری همین خونه ما یک از کفر بوده است ای سری نو بسازن اندک زمانویش کنن ای چوب و سنگ بسازن خودش رفت در همین جنگ اول اسیر می‌شد 18 سال در پلین بوده است در اسارت اسلامی بعدا کتابت میکنه از بس که توجین چیره بود سبب دست بود همین خودش خچه میخره مکاتب میشود جانی خچه خودش آزاد میکنه تا میایه با وطن میرسه که از بین 20 سال گذشته است وقتی میایه در فکر که همین خونه ما میشناخت نباشم شهر دیگر شده است میایه که همون خسکفه به همون شکل صورت اولش اون نمیست اب باگو ایزنی ما یا مرده است یا شوی دیگه کدای رفت دیگه منتظری مانش همین نو میخواست در ابو خوبه که صدای از اون شنید مردای خدا گوش کنید
مسجد در پیش خونمون در قصه اذان هم نیستیم، در قصه نماز جماعت هم نیستیم. مردک 20 سال در خونش نبوده، صدای اذان شنید گفت امر پروردگار مقدم بر همه کار خواست. اول برم نماز میخونم. اومد که بین اذان و قامت یک مقدار فاصله هست که یک جوان ریشسیاه از بالای منبر صحبت دارد. 7 فقیه بزرگ مدینه منوره در پای منبر شدگی صحبت یعنی را برغبت گوش میکنند. همین خیلی لذت بود که به به گفت خدا رحمت کنه پدر مادر تا والله گفت اگر خداوند میگه یا فرزند بوده دیگه ای دریورم که رفت به ارمان میره. عجب پدر مادر خوشبختی دوسته. نماز وقتی فرض ادا کرد اومد در همون خانه را میکوف که نخواست همون ریشسیاه دید همراه یک شاگردش نزدش اومد. یکی همین شاگرد همین امام مالک ابن انس بود. اومد گفت احمد جان سلام علیکم. گفت علیکم السلام بچه‌ها. گویا اون خدمت بود. نگو خونه اومد. احمد گفت خونه ما. اون بچه میره کی خریدی؟ اون من خریدارش نمیدونم که ای وقتی خدمت میشد اومد همین خونه. همین رزمو رفته است همین وقت از در خونه یک عورت بیرون شد. نگاه کرد گفت ربیعه خدا جان تماس کنه این پدر تای این همون ابو عبدالرحمن فاروق است همون مرده که کلیک میرم یا سیزا خدمت میکنم این اگر خداوند بعد 20 سال رسول نگاه پدر و پسر گردن هم دیگر را آغوش کردن خیر گریه و کینه و جنجیلش خیستن آمدن در خونه نشستن. این شخص ربیعة الرأی نام دارد. استاد به واسطه امام مالک و یکی از اساتذه محترم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله میشه. دیگه چند شیشتر صحبت کردن. بعد ابو عبدالرحمن گفت که زنک یاد داری که زمان من 30,000 درهم ماندم که تا اومدن من همین خونه را ایسری نوید شکل صورتی خوبتر کتی بسازه. ای بچه اومدم ای پیشتره دمو والا خوبتر شدش در 20 سال. اگر این مبلغ یقین مقدارش مونده باشه انشالله این بچه هم شیرمر چی دست بیارم او را مونده مقصد دست و حسین بر بزنیم خونه را ایسری نو درست کنیم و شهر شکل و صورتش نمومد دیگه شدگی زنی غیور و جسور گفت ابو عبدالرحمن 30,000 درهم در پیشت شدگی پولی تو را نخوردم نپوشیدم نه خدمت زینت دادم حتی حج نرفتم. ایرانی پسرک وقتی که طرفی بردار بدم همین تولد چید سعی کردم که چی جای لقمه حرام لقمه شبحنو کرد استفاده نبرم که شیری منو میخورم. از خوردی با خدا و پیغمبر خیلی خوشبوش کردم. در بالای گهواره ای من دیگه بیت نمیخوندم. در بالای گهواره ای من قرآن میخوندم. وقتی که به عقلتر شد نزدیک خوری بردمش در 2 سال حفظ قرآن کرده است. در 6 سالگی حافظ کل قرآن شد. همه 7 فقیه بزرگ مدینه همش استاد شد. او اگر خدا که چوده که قبول نمیکنند خصوصا یک خدا که پدر یتیم باشه هر کدامش میگن سر پا میکردم مبلغ کلان میبردم که همین رد نکنم فرزند بکنه بگیرم. یک تی نمونده همه مبلغ ایترا من در همین فرزند صرف کردم. اگر ما بودوخای دعوگر باشیم و دعوه داشته باشیم برای میگن دو قرض قولت کنیم بریم سود دارده که دیگه گریان شید. با خدا قسم رو زند من 100 روزی من صحبتای جوان از بالای منبر وقتی گوش کردم ایمانم آب خورد ندانسته خدمت رحمت گفتم. زنه گفت والله غیرتی تا از غیرتی من خیلی جوتر است. و هیچ وقت دیدم نمیشه که همه مبلغ بده یا فرزند صرف کنم. ممکن است سرش هم مقداری را صرف نکردم اما 30,000 درهم هیچ وقت دیدم نمیشه که صرف کنم. کم نباید صدق مرد از صدق زن. آن دل مردی که از زن کم بود آن دل باشد که کمزش کم بود. الله اکبر. و اذا غبت عنها حفظت وقتی که غایب شدی مقصد خودش حفظ میکنه مالی تو را نفس برای تو. سبحان الله. همین خیزان اگر خدا بتد اوقی دیگه عید دلیو چی لازمه چی لازمه برا 5 نوبت بیزن بردرد چیاری موافق بود در برد کی را خانه آباد هم خانه دوست خدا را برحمت بزر سوی اوست.
الله اکبر. پروردگار با خاندان بابای حاجی توچیبک همین زن را بیارتی واقعا برای شوهر همین درجه و منزلت داشته باشه برای فرزند بابای حاجی که هر وقت نظرش کرد وقتش چاک شود خرسند شود خچه در جنت احساس کنه و هر وقتی که امرش داد امر به واسطه اجرا کنه. امر شوهر واجب است. حضرت صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد والذی نفس محمد بیده لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست تا زمانی که زن حق شوهر را ادا نکند هرگز حق خدا را ادا کرده نمیتواند. و وقتی که غایب شد روسیه رفت و سفر تجاری رفت و جای رفت زن خچه محافظت کنه و مال و خانه و در شوهر محافظت کنه تا وقتی برگشته شد. پروردگار به این خاندان چنین یک زن صالحه را وارد کنه. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند و همه خیر روزای خوشبختی و سعادت روزی توی نکاحی فرزندان و نبیرهاشان برساند. آمین یا رب.